سرخط مهمترین خبرها: برای پارلمان تاجیکستان 27 میلیون سومانی جدا شده است. حکومت به یک شرکت زیرتابع بکسبور باز امتیاز داد و 44 نفر با گناه جنگ علیه خدا در ایران به دار آویخته می شوند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 3 ینوری سال 2023 است. دولت تاجیکستان برای فعالیت مجلس نمایندگان پلات پایان پارلمان در سال 2023 بیش از 27 میلیون سومانی یا معادل 2.7 میلیون دلار جدا کرده است. در این باره جمشید مرتضی‌زاده، رئیس کمیسیون مجلس نمایندگان عاید به نظارت دستور و تشکیل کار خبر داده است. به نوشته روزنامه پارلمانی صدای مردم، در مجلس نمایندگان 63 وکیل و 343 هیئت خدمترسان فعالیت می‌کنند. به نوشته منبع، وکیلان مبلغ جدا شده از بودجه برای فعالیت مجلس نمایندگان را بدون بحث قبول کردند. خراجات مجلس نمایندگان در سال 2023 در قیاس به خراجات در سال گذشته 6 میلیون سومانی زیادتر بوده است. خراجات مجلس ملی پلات بالای پارلمان فعلا در دست نیست. پارلمان تاجیکستان طبق طلبات قانونی اساسی کشور از صلاحیت‌های گسترده برخوردار است، اما منتقدان میگویند شاخه قانونگذار بدون بحث‌ها قانون‌ها را قبول می‌کند. انتقادی که وکیلان قبول ندارند و میگویند تا پیشنهاد قانون به جلسه مجلس نمایندگان بحث‌ها اطراف آنها صورت می‌گیرد. حکومت تاجیکستان به شرکت تاجیک تلکام، یک شرکت زیرتابع خدمات علاقه، باز امتیاز داده است. بر اساس قرار نوی حکومت، پرداخت بیش از 67 میلیون سومانی یا 6.7 میلیون دلار قرض انداز شرکت تاجیک تلکام تا یک سال دیگر به تأخیر گذاشته شد. زیاده از 24 میلیون سومانی یا 2.4 میلیون دلار این مبلغ تنها فائز این قرض ها می باشد. این یکم بار نیست که حکومت تاجیکستان به شرکت تاجیک تلکام در پرداخت انداز سبکی می دهد. سال 2021 هم تاجیک تلکام از پرداخت 5.5 میلیون سومانی قرض انداز و 5.5 میلیون سومانی فائز و جریمه ها آزاد شده بود. آن وقت تاجیک تلکام، شرکتی که واردات اینترنت را در انحصار یا مونوپولی خود دارد، از پرداخت قریب 1 میلیون دلار انداز و جریمه آزاد شده بود. این شرکت تابع خدمات علاقه تاجیکستان است که رهبری آن بکسبور خدای امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان می باشد. صرف نظر از آن که تاجیک تلکام یگانه وارد کننده اینترنت به تاجیکستان است، ولی سالهای اخیر وضع مالی خوبی ندارد و از انداز دیگر شرکت ها قرضدار شده است. قبلا اداره برق دوشنبه و شرکت تیسل به خاطر نپرداختن قرض از بالای تاجیک تلکام به دادگاه شکایت کرده بودند. شام 1 ینوری سال 2023 هنرپیشه خلقی تاجیکستان، پروفسور کنسرواتوار ملی تاجیکستان برهان محمد قلوف در سن 77 سالگی درگذشت. همکارانش میگویند محمد قلوف یکی از هنرمندان اصلی صنعت اپرا در تاجیکستان بود. همکارم امیر ایسائف در مراسم ویدا با برهان محمد قلوف شرکت کرده این گزارش را آماده کرد. برهان محمد قلوف 27 می سال 1945 در دوشنبه تولد شد. سال 1962 آموزشگاه موسیقی دوشنبه و سال 1967 کنسرواتوار دولتی مسکو به نام پیوتر ایلیچ چایکوفسکی را ختم کرده است. از سال 1967 آوازخوان تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بود. ایشان طول سالهای زیاد فعالیتشان در سمت‌های صنعت آوازخوانی تاجیکستان در 3 سمت فعالیت کرده هستند که چنین دستاورد فقط به استادشان شادروان احمد بابا قلوف منسوب بود و این کس پیرهی استاد را گرفته در 3 سمت فعالیت کردند. هم آوازخوانی اکادمی بودند، هم مقام خوان بودند، هم سرودهای خلقی می‌خواندند و هم سرودهای استرادی، یعنی حتی 4 سمت. در 4 سمت خیلی موفقیت پیدا کرده هستند. با گفته ضیا عالمی، بهترین شاگرد برهانکا اکبر میرجبوف است که امروز به پایه هنرمند مردمی تاجیکستان سزاوار گشته است. همچنین شاگردانشان قربانمراد زاکیروف، پیرو ایوبی، دلیر اسمت الله، شرافت عثمانова، منزفه ایسایeva. شاگردانش در امریکا و اروپا و چین هستند. روزگل برات از چین بود و امروز در چین فعالیت دارد. من به قریبی از چیلیابینسک آمدم. در اونجا در ساحه تئاتر کار میکنم و با همین شنیدن همین خیلی خبر نابهنگام به وطن آمدم.
و در آنجا عین حال کار و فعالیت میکنم. بیهوده اون کس بلبلی تاجیکستان نمیگفته، یعنی که اون کس از آن رادمردان، از آن هنرمندایی بودن که در این جاده بود و شدی خود را قربان کردن، فدایی بودن. برهان مامدقулов رو در مزار سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپردند. دادگاه انقلاب اسلامی ایران یک جوان 18 ساله را با اتهام فساد در روی زمین و جنگ علیه خدا به 2 بار اعدام محکوم کرده است. به گزارش آژانس ایرنا، مهدی محمد فرید روز 3 سپتامبر سال 2022 در پیوند به تظاهرات در نوشهر شمال ایران دستگیر شد. او را برای مساعدت به تشکیل و رهبری گردهمایی روز 21 سپتامبر متهم کردند. این آژانسی از قبل یک منبع نزدیک به خانواده محمد فرید نوشت او بر اثر شکنجه به گناه اقرار کرد. تحقیقات رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی نشان داد که در 3 ماه اخیر کمش 44 اعتراضگر را در ایران به جنگ علیه خدا و فساد در روی زمین متهم کردند. اعتراض سراسری در ایران ماه سپتامبر سال گذشته و در پی مرگ مهسا امینی 22 ساله آغاز شد. او را ماموران پلیس اخلاق با گمان رعایت نکردن حجاب دستگیر کرده بودند. وزارت دفاع روسیه تصدیق کرد که نیروهای مسلح اوکراین شب 1 ینور به یک خوابگاه سربازان در نزدیکی شهر مکییف که دنیسک حمله موشکی انجام دادند. به اطلاع وزارت در نتیجه ضربه موشک‌های هیمرز 63 سرباز روس کشته شده است. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین نیز حمله به مکییف را تصدیق کرد. قبلا رسانه‌های نزدیک به کرمل شمار کشته شده ها را صدها نفر نامیده بودند. به نوشته صحیفه نزدیک به کرمل در تلگرام، در پی حمله موشکی نیروهای اوکراین به یک خوابگاه سربازان در نزدیکی شهر مکییف که دنیسک صدها نفر کشته شدند. گفته می شود که نیروهای علاوه‌ای روسیه در بنای یک آموزشگاه می ایستادند. اظهار نظر روس‌ها و خشم و حیرت آنها از این حادثه و شکست آشکار ارتش روسیه در محافظت از این آموزشگاه که در آن گویا بسیج شده ها جمع شده بودند نشان می دهد که حتی گروه‌های طرفدار کرملین در تلگرام به این ناکامی اعتراف می کنند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 ینور را فرا می‌گیرد. 3 январи соли 1880 таваллуди охирин амири Бухоро Олимхон аст. баъди беш аз 170 соли ҳукмронии сулолаи манғитиҳо ва инқилоби болшевикӣ ки онро бархи ишғолгарии русҳо ҳам меноманд, Саид Амир Олимхон 5 апрели соли 1921 сарзамини Бухороро тарк карда ба хоки Афғонистон гузашт. давраи Олимхонро таърихшиносон аз ҷумла рӯшанфикрони мисли Аҳмади Дониш барои фасод ва рукуди ахлоқиву идорӣ интиқод мекунанд. аморат рисолаташро дар ҳифзи арзишҳои исломӣ медид. Амир Олимхон соли 1944 дар Кобул даргузашт ва охирин васияти ӯ интиқоли ҷасадаш ба Бухоро ҳеҷ гоҳ иҷро нашуд. аз январи соли 2011 дар Тоҷикистон синни ақди никоҳи шаҳрвандон 1 сол боло бурда шуд, яъне ба духтарон иҷоза шуд ки аз 18 солагӣ оила барпо кунанд. як далели мақомот пешгирӣ аз пошхӯрии оилаҳову талоқҳои барвақтӣ ва далели дигар кӯмак дар идомаи таҳсили духтарон баъди хатми мактаби миёна гуфта мешуд. 3 январи соли 2011 риштаи умри журналисти радиои Озодӣ дар Москва ва нависандаи тоҷик Муҳаммад Раҳими Сайдар канда шуд. ӯ яке аз муборизони мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва бозгашт ба хати Ниёгон буд. ҳикояҳояш аз ҳаёти мардуми рӯсто бо мӯъҷазбаёниву интихоби мавзӯяш ситоиш мешуд ва ӯ танҳо нафаре буд ки бидуни чопи китобе ба узвияти иттиҳоди нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд. охирин маҷмӯаи гаҳвораи нозаш баъди марги ӯ чоп шудааст. قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در شبانه روز گذشته تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز 3 ینور در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1016 تا 1020 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد از 138 تا 145 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. برایتان روز با برار تمنا داریم.